On the occasion of John Kerry's upcoming visit to Tajikistan, در جریان سفر قریب الوقوع جان کری به تاجیکستان یک بخشی از مسائل مورد بحث حتما باید موضوع فشار بالای مطبوعات آزاد باشد. این یک تمایل خیلی خطرناک است. اصلا چنین سرکوبی به سابقه که در این کشور مشاهده می شود برای آینده این جمهوری خیلی خطرناک است. تاجیکستان در ایندکس آزادی بیان میان 180 کشوری که ما تحقیق کرده ایم در مقام 116 هم قرار دارد. مقامات تمام رسانه‌های رادیویی این کشور را نظارت می‌کنند. شاید یک نمونه روشن افزایش سانسور در 2 سال اخیر این به طور پیوسته، سیستماتیک و به طور افزاینده بسته شدن وبسایت‌های خبری مثل رادیوی آزادی و یا آزیا پلوس میباشد. همراه با آنها شبکه‌های عمده اجتماعی هم بسته می‌شدند. در ماه‌های ایون و آگوست فیسبوک و یوتیوب بسته شدند. کار خدمات SMS در ماه سپتامبر قطع شد. این روزها سایت رادیوی آزادی همان بسته باقی می‌ماند. ما با عرض احترام به جناب کری از او تقاضا میکنیم که نگرانی‌های خود را در این زمینه مطرح کند. از مقامات تقاضا کند که دسترسی به این وبسایت‌ها را دوباره امکان پذیر گردانند. زیاده از این باید گفت که در تاجیکستان مرافعه‌های دادگاهی با شرکت ژورنالیستان مستقل افزایش می‌یابد. ماه آگوست محرر نشریه فرج از روی اتهامات خیلی عاصمه‌سرانه به 2 سال زندان محکوم شد. ما پیوسته گزارش‌های دریافت می‌کنیم که ژورنالیستان مستقل تهدید و یا ترس داده می‌شوند. با آنها همه روزه خدمات مخصوص تلفن میزنند. آنها را شانتاژ یا تهدید میکنند تا که فعالیت خود را قطع کنند و یا راههای گزارش دهی را تغییر دهند. چند پیش خبرگزاری رسمی خاور حق مونوپولی پخش خبرهای دولتی را به دست آورد. وقتی ما میشنویم که مطالبی در این آخرها نشر شده درباره حادثه‌های امنیتی و هم تحولات سیاسی بیشتر به یک پروپاگاندا یا تبلیغات شباهت دارد، بیشتر نگران کننده میباشد. مقامات باید اعتراف کنند که سرکوب‌های بی‌سابقه و بازداشت‌هایی که در این کشور جریان دارد نسبت به سیاستمداران مخالف روا دانسته شده است. اینچنین سازمان‌های جمعیتی هم مورد هدف قرار گرفتند. مثلا آنها را از حق گرفتن کمک پولی بنیادهای خارجی محروم کردند. مقامات باید درک کنند که چنین تعقیب و سرکوب‌های بی‌سابقه برای آینده این کشور خیلی خطر دارد. از جناب کری احترامانه خواهش می‌کنیم که این پیام را به پرزیدنت امامعلی رحمان و حکومت تاجیکستان برساند که سرکوب و تعقیب باید خاتمه یابد. همه این فشارها شکاف را در جامعه تاجیکستان باز هم عمیق‌تر و مقاومت جامعه را نسبت به حکومت بیشتر می‌کند. آزادی مطبوعات زیر خطر است و ما امیدواریم که این موضوعها یک بخش از بحث ها خواهند شد.